موضوع از خیلی وقت پیش واسه هممون سوال بوده که موقع استارت زدن ماشین بالاخره باید کلاچو بگیریم یا نه. هر بار هر کس میاد یه چیز میگه. من خیلی تحقیق کردم در مورد این قضیه و تو این ویدیو میخوام یه توضیح مختصر خیلی ساده و خارج از قلم به سلم به حرف زدن و حرفای بیش از حد فنی زدن میخوام خیلی ساده بهتون بگم که در نهایت باید چیکار کنیم. اول اینکه کار کلاچ وظیفش قطع و وصل کردن ارتباط بین موتور و گیربکسه و یه جورایی کار انتقال قدرت رو انجام میده و شما با استفاده از گرفتن کلاچ میتونین تعیین کنین که چه زمانی چقدر از قدرت موتور وارد چرخهای ماشینتون بشه. خیلی خلاصه توضیح دادم، چقدر پشست اینجا. چیزی که هممون فکر میکنیم اینه که قاعدتا موقع استارت زدن ماشین رو در حالت خلاص قرار میدیم، یعنی تو دنده نیست، دنده 1 2 یا هر دنده دیگه ای، و فکر میکنیم وقتی که ماشین خلاصه دیگه بین موتور و گیربکس هیچ گونه درگیری وجود نداره. پس وقتی که دنده در حالت خلاص باشه خیلی راحت میتونیم استارت بزنیم و هیچ اتفاق و هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. ولی باید بگم که قضیه تقریبا برخلاف چیزیه که فکر میکنیم. نه کاملا، ولی تا حدی برخلاف چیزیه که فکر میکنیم. اون تحقیقاتی که من انجام دادم در نهایت به این نتیجه رسیدم که وقتی هم که حتی دنده در حالت خلاص باشه و شما میخواین استارت بزنید به ماشین، یه مقدار خیلی کمی درگیری بین موتور و گیربکس ماشین وجود داره. یه مقدار خیلی کم. این مقدار اونقدر کمه که وقتی شما استارت میزنید خودتون متوجه این درگیری نمیشین. خب من الان ماشین رو گذاشتم تو دنده، میخوام بدون اینکه کلاچ بگیرم ماشین استارت بزنم. حالا شاید الان بگین که خب ما در حالت خلاص می‌خواستیم استارت بزنیم، ولی من می‌خوام این موضوعی رو بعد از این قضیه براتون توضیح بدم. برای همین نیازه که این کار انجام بدم. بدون اینکه کلاچ بگیرم می‌خوام استارت بزنم. خب ترمز دستی هم میدیم پایین. خب استارت بزنیم. بله متوجه شدین چه اتفاقی افتاد؟ اصلا من حتی تو سربالایی هم حالا برای همین در باز میشه. بذارین از همینجا صحبت کنم. در اصل انجام دادن این کار خب واسه ماشین مضره، ولی من واسه اینکه یه مقدار بهتون نشون بدم این کارو یه کوچولو انجام دادم که بفهمید جریان چقدره. خب وقتی ماشین تو دنده بود و من استارت زدم یه چنین اتفاقی برای ماشین افتاد. ماشین یهویی تکون میخوره، یهویی حرکت میکنه و یه فشار خیلی زیادی کلا به همه ماشین میاد. خب حالا اینطوری براتون توضیح بدم که وقتی ماشین در حالت خلاص باشه دقیقاً یک فشاری عین همین فشاری که الان به ماشین اومد دقیقاً همون اتفاق برای ماشین میفته. حتی شما اگه در حالت خلاص باشین ولی خیلی مهمه، خیلی کمتر، یعنی جنس و نوع فشارش دقیقاً از همین جنسه ولی در مقدار خیلی کمتر که من و شما اصلا حتی ممکنه حسم نکنیم. به مرور زمان در دراز مدت ممکنه یه مقدار مشکل ساز باشه، حداقل یه مقدار استهلاک ماشین رو بالاتر میبره. پس این موضوع یادتون باشه وقتی میخواین استارت بزنین و ماشین حتی اگه در حالت خلاص هم باشه بازم یه مقدار خیلی کمی درگیری بین موتور و گیربکس وجود داره که شما با گرفتن کامل کلاچ میتونین کاملا این فشار رو از بین ببرین و ارتباط بین موتور گیربکس رو کاملا قطع کنین. خلاصه و چکیده مطلب دو تا توصیه است. این دو تا توصیه رو میخوام بهتون بگم. اول اینکه اگه ماشینتون خیلی ماشین قدیمی نیست و مخصوصا باتری ماشینتون ضعیف نیست، در حالتی که دنده خلاص باشه میتونین بدون کلاچ گرفتن استارت بزنین. هرچند من بازم توصیه که خودم بهتون میکنم اگه میخواین ماشینتون خیلی سالم بمونه و میخواین ماشین خیلی کم استهلاک‌تر داشته باشین، حتی اگه ماشینتون روپای بازم کلاچ رو بگیرین، چون گرفتن کلاچ ضرری در واقع براتون نداره. پس اگه باتری ماشینتون ضعیفه بهتره که موقع استارت زدن کلاچ هم بگیرین، اینجوری فشار خیلی کمی کلا به تمام قطعات ماشینتون میاد. توصیه دوم در مورد سرماست. فکر می‌کنم 10 12 تا پشر خوردم اینطوری وسط صحبت کردم. تو هوای سرد زمستونی و پاییزی هر روغنی تو هر بخشی از ماشین که هست غلیظ‌تر میشه به خاطر هوای سرد. هوا سرد میشه، غلظت روغنا بالاتر میره. برای همین جریان پیدا کردن روغن تو هر بخشی از ماشین کار سخت‌تری میشه و فرآیند استارت زدن هم مستثنا نیست از این قضیه. برای همینه که تو هوای سرد وقتی میخواین استارت بزنین ماشین معمولا دیرتر استارت میخوره یا سخت‌تر استارت میخوره، دیرتر روشن میشه. حتی ممکن ماشین خارجی این اتفاق براشون بیفته، خیلی سخت‌تر روشن میشه. برای همین بهتون توصیه میکنم تو هوای سرد به اندازه کافی موقع استارت زدن به ماشین فشار میاد. شما با انجام دادن یک کار ساده، فقط یک کلاچ گرفتن، میتونین به ماشین کمک کنین که تا حد امکان کوچکترین فشار ممکنی هم که ممکنه به ماشین وارد بشه برای استارت زدن همون فشار هم ازش حذف کنین. در نهایت میخوام یه توصیه تجربی بهتون بکنم خارج از این بحث مقالات و بحث فنیش و اینا. کلا عادت کنین که هر موقع میخواین ماشین رو روشن کنین کلاچ هم حتما همراهش بگیرین. حالا شما ممکنه عادتتون این شکلی باشه که سوار ماشین خودتون میشین میخواین ماشین رو روشن کنین همیشه دنده در حالت خلاصه. من خودم اینجوریم، یعنی هیچ وقت ماشین تو دنده نمیذارم مگر شرایط خیلی خاصی که تو سراشیبی خیلی مثلا ناجوری بذارم ماشین، وگرنه 99% مواقع دیگه به هیچ وجه ماشین رو موقعی که میخوام خاموش کنم تو دنده نمیذارم، از ترمز دستی استفاده میکنم.
ممکنه شما هم همینطوری مثل من عادت کرده باشین ماشین تو دنده نذاری. وقتی هم سوار ماشین میشی خب ماشین تو دنده نیست دیگه، نیاز گرفتن کلاژ نداری، ذهنت اینجوری میگه، ماشین روشن میکنی. شما ممکن اصلا یه موقعی سوار ماشین یه شخص دیگه‌ای بشین، سوار ماشین عمویی، عمه‌ای، خاله‌ای، پدری، مادری، خواهری، و خب اون شخصی که قبل از شما پشت ماشین نشسته ماشین رو تو دنده گذاشته. شما هم بر حسب عادت اصلا دقت نمی‌کنی به دنده، کلاژ هم نمیگیری، استارت رو میزنی و جلوت ممکنه یه ماشین خیلی گران قیمتی باشه، ممکنه دری باشه، موتوری باشه یا هر چیز دیگه‌ای باشه. ماشین رو روشن میکنه، یهویی میپری به جلو یا حتی عقب اگه تو دنده عقب گذاشته باشن. خسارت خیلی سنگینم رو دست خودت میذاری. یا ممکنه یه جای خیلی خاصی لب دره مثلا طرف پارک کرده باشه، تو دنده یکم گذاشته، شما یهویی استارت میزنی پرت میشی تو دره. یه وقت حتی اشتباهی این کار انجام دادین، ماشین تو دنده بود و استارت زدین بدون گرفتن کلاژ، این کار واقعا میتونین 2-3 بار امتحانش کنین تا بعد بفهمین من چی دارم میگم. یعنی بعدش خودتون متوجه میشین که چه بلایی سر ماشین میاد. برای همین میگم عادت کنین همیشه. غیر عمدی هم که انجام بدین واقعا فاتحه باتری ماشینتون رو میخونین. 2-3 بار این کارو شده حتی برین واسه تستی، حالا انجام ندین در اصل، ولی خب 2-3 بار برین انجام بدین و اون موقع میبینین پشت آمپر ماشین 2-3 تا ارور میاد، حتی مثلا چراغای ماشین یه لحظه خاموش روشن میشه، برای اینکه بتونین هشدار به شما بده که آقا با این کاری که داری انجام میدی داری فاتحه باتری میخونی. حتی اگه باتری ماشینتون سالم هم باشه و انجام دادن این کار فشار خیلی زیادی کلا خیلی از اجزای ماشین میارید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو هم تماشا کردید. کانال رو حتما سابسکرایب کنید، بقیه ویدیوها رو هم ببینید. اگه علاقه‌مندین به موضوعات مرتبط با خودرو، ویدیو رو هم حتما لایک کنید لطفا. برای ساختن این ویدیوها زمان و زحمت خیلی زیادی گذاشته میشه. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار. یادم شد بگم بعدم نمیاد یه آمار بگیرم که ببینم کلیت راننده‌ها چی کار میکنن. شما خودتون قبل از دیدن این ویدیو موقع استارت زدن ماشین کلاژ میگرفتین یا نه؟ معمولا تو کامنت ها حتما بنویسید.